yatsam bulurum seni uğrar. Kırk bin sene mahpus yatsam bulurum seni uğrar. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun. Zeynep. 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 Yandım aney, Çeşmana bırakacağım. yağlı Zeynep. خدا تو رو عذاب نده. تو صحت میشه. محکم نکنید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. Zeynep. 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 طاهر شما در کجا بودید؟ چرا زینب رو تنها گذاشته؟ سیلادان ما رو محاصره نمودن. طاهر بدور نجات یافتیم. زینب آیسته معلمه زینب دیلا سوزنده رو آماده کن. دکتر احوال زینب بیشتر است. زینب چشمانت رو کشو. چشمانت رو کشو دخترم چشمانت رو کشو. برو برای کشو چشمانت رو. در اینجا نیست برای همه تو روید زودتر برای دیلا نبزش رو سنج.
آقای طاهر نبضش گم شد. زینب خیز. وقتی که اون بین مصبته هجوم کرد، وقتی که زینب را پراند، شما در کجا بودید؟ چرا زینب را حمایت نکردید؟ ما را محاصره کرده بودند آقای خان. انشالله آقای دکتر معلم را صحت میکند. این راست است که سلاح دوران زینب را پراند. من گفته بودم که روز این مکتب به سرتان بلا میآورد. زینب به گفتم گوش نکرد. انا دیده جانش را از دست داد. یک کم نزن رئیس نمد. من چی گفتم آقای حمید؟ اتحالم آقای حمید آقای حمید رفته. شد تمام. من چی دور آرام شما بیولمد؟ زینبم در دم مرگ است. او چی ها میگوید؟ زخم نشوید آقای حمید. انشاءالله زینب صحت میشود. انشاءالله. زینب چشم را گشا. زینب خواهش میکنم زینب. آقای طاهر آقای طاهر زینب مرده است. زینب مرا تنها پرتافته نرم. زینب نمیره. دیلا با اون نگاه کن. تبسم میکنم. آقای طاهر بس کنید. دیگر کاری کردن نمیتوانید. نرم زینب قربان شوم. مرا تنها پرتافته نرم. Gdilo gdilo lo lo gdilo lo 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 re gdilo lo gdilo lo gdilo lo 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 gdilo lo lo gdilo lo jadalo lo ledbe verana gunde meddu نبینم گل سوسن سارنای چوینم ما خود دکم تجار سر دلینگه دل خود کسی نبینم امان
جان بدار جونتا تمام گوش کنید تا همه شما رو یک یک و قتل نرسانم از دهر نمیروم فهمیدید؟ مسون خاری سون قسم سر دلالینگه دل خوان تو کسکین حوینم لمن دل ندی سر دل خلو خوبی ترای هی لیل دینه گنده من دور البرچیای رد برای ما خود دکم چاوه گریبرین سرای ما خود دکم من تو چاره دل ندی سر دلیلو خوب ترای ویلا گدیلولو گدیلولو گدیلولولولو گدیلولولو گدیلولولو گدی ترای وزیرو کی فوزه پول سوار بم بتر مالا باوه تفیابم لیلی رو کی فوزه پول سوار بم بدر مالا باوه تفیابم ورق دی چاره هی لیلی توش غای چاوه منی ما خواهده دکم تو دیرگا دل منی لیلی دینه ما خود دکم چاوه گریبم بتر مالا باوه تفیابم لیلی رو کی فوزه پول سوار بم بدر مالا باوه تفیابم ورق دی چاره هی لیلی توش غای چاوه منی ما خواهده دکم تو دیرگا دل منی لیلی دینه تو زمانه در منی إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا آقای دکتر سلاح دارم و دهه حاجی اشرف رجوع کردم آدمانی زیادی را زخم کردم عملیه به اینجا میان آقای دکتر بیچاره ها در حالت ناگوارند مجبور شدن که دیه را ترک کنند آقای دکتر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا
ایسته ایسته. چی کم شده است؟ آی خدای کریم، کشتن. در انتخابات به طرفدار ایما آواز ندادید، گفتن به ده همون هجوم کردن، ما نیز به دهه شما آمدیم. وای نامردها، کاری کرده آنها را بینیده؟ رئیس با این آدمون میلش من رفته حالا یگان جای میابم. دیلا خودمون باشیم، بیماران رو به انبار میبریم. رفتیم همونجا مجروحان رو تمامت میکنیم. کمک کنید بیماران رو به انبار برید. کمک کنید بچه‌ها نیارید. بیارید آهسته. آهسته. یلماس، این کار با 2-3 نفر نمی شود. ما تنها با سلاح آنها را بازداشتن می توانیم. چه گفتن میخواهی طاهر؟ جنگ اساسی اکنون سر می شود. هجوم میکنیم سینا؟ بزن گیر. سربازان حالا هم در دهند ایتین. چند روز گذشت حالا هم نرفتم. میروند. من بعد خیلی که معلمه را به قتل رساندم، دکتر را هم به قتل میرسانم. در حالی که سلاح داران نزدیکانمان را نابود میسازند، خانه و درمان را آتش میزنند، کودکانمان را مجبورن به کوه میبرند، ما همی خلال آرام نشینیم. نه، دیگر نزد آنها سر نمیفراریم، بر ضد آنها میبراییم. تا جان در بدن داریم مبارزه میبریم. اکنون با من بگویید، آبرو و ناموس و خاکتان را قربانی تشکیلات کردن میخواهید یا اینکه با آبرو و ناموس مردن؟ از آنی که نزد آنها سر میفرارم با آبرو و ناموسم میرم بهتر است. من هم محافظ میخوام پدر. انتقام یتم رو میگیرم. نه پیشترم ما از مراد شما رو نیز به قتل گرفتیم و ما همراه میشده. سلامت باشه. تشکر. سلامت باشه. تشکر. سلامت باشی. دلا یلماز مرا عفو کردن. برای پشیمان شدنم دولت عفو نمود. اکنون آزادم. خدا را شکر. احوال زخمیان چه خیلی است دلا؟ از دیروز دیده کمی بهتر شدند. یعنی تو هم با اونها همراه شدی ها؟ من هم میشوم و من سلو دهید اون بیناموس ها رو نیست نابود بکنم. کزبان دیوانه شدی؟ چه خیلی سلا؟ بهتر است رفته خمیر کن. از تو محافظ نمی براید. خدایا توبه توبه توبه. یادای چوپان در رو برایت سابق سلاح به دست جسور ایستاده است. تو خودت رو که میحسابی؟ سلاح به دست گرفتم گفته خودت رو قهرمان حساب کردی؟ تو حتی سلاح رو داشت نمیتوانی کنی به من ده. سلاح رو ده. من باید بیشتر داشتن این سلاح رو نشان میدم. ده ادام ده دستت رو سرده. سرده. زنی بیچاره دو نبیره داشت. همراه دامادش نبیره هایش رو نیز پروندند. با او باشد سربازان کشتن گفتند. دخترش به تشکیلات همراه شد. بیچاره حالا هم بازگشت آنها رو انتظار است. آنها برمیگردند میگوید خلاص به زور او را آوردیم. اگر از توش نمیرفت آورده نمیتوانستیم. دلو
برای فشارش رو پس کردن یگان دارو هست؟ نیست آقای طاهر. در انبار هم دارو نمونده. چیه نمونده است دیلا؟ دارو کم است، به همه نمیرسد. باید هر چیز زودتر فشار این زن را پس کنیم. غیر از این فشار یک چند بیماری دیگر نیز بلند شده است. من با آقای شهباز روی خط داروها رو دادم. امروز یا پگاه میرسند. امیدوارم که در وقتش میرسند. وگرنه خانه بیاز رو از دست میدهیم. من در کجایم؟ نبیرایم می آیند. دخترم می آید. من باید به خانه روم. آرام شوید، آرام شوید. خانه بیاز آرام شوید. شد تمام. دیلا خانه بیاز. دیلا به دارو فشارش پس نمی شود. طاهر، همه در قهوه خانه جمع شدن. بیا رفتیم. دیلا خانه بیاز رو به نظارت نمان. مایلش. مرم دخترم. یک، دو، سه، چهار. خوب مست کنه. یک، دو، سه، چهار. این چه روز است؟ خزر از سالنا. دعوا میگویم. یک، برو دو، نزدیک سه، چهار. من همینطور. خوبتر مست کنه. خوشیست. باز نفهمد. تو هم کدر. راده هم نگویم. یک هفته شد. اکنون خودتا مست کنه. سربازان هم نرفتند. کی میرفته باشند؟ سینان. بله. خوشخبر سینان. سربازان میرفتند کردن. چه گفتی؟ این کار مست نکنه. بله. دو، مرا جمع کن. سه، چهار. تو رو نابود میکنیم. زودتر باش. ایتن. همه گوش کنه. مشنمت مرا. گوشتنی تو هم گوش کنه تکرم. آماده باشه. سربازان از دهر رفتند. با این قدر آدم دهر را محافظت کردن نمیتوانیم. طاهر راست میگویی یلماس. به من گوش کنید. شما از فکرتان گردید. بهترش با آنها صلح بندید. مردم دهر را در یک جا جمع کرده آنها را محافظت میکنیم یلماس. فهمم. اینقدر آدم را ما در کجا پنهان میکنیم داماد؟ برای نظام جای به خطر انبار است. با آنجا تنها یک راهی درآمد است. همانجا پنهان کرده با سینان زد و خورد میکنیم و همین طور آنها را از سینان محافظت میکنیم. شما چی کار کردنتون رو میدونید؟ گویا به سلاحداران غالب برآمدن آسان باشد. سینان دیگر از دهن نمیرود. فهمیدید؟ نمیرود. کاش که نرود رئیس. من بعد امکانیتی با سربازان در تماس شدن را داریم. اگر سینان در ده ماند سربازان او را دستگیر میکنند. طاهر، نقشه کشیده‌ات خوب است، لیکن برای این کار باید پیشکی از آمدن سلاحداران با خبر شوید. در بیرون ده نظارتشان را میگذاریم یلماس. شیربچه‌ها برای حمایت ده آماده شوید. برای شما نیز وظیفه بزرگ در پیش ایستاده است. آماده‌ایم. یک بار دیگر فکر کرده بینید. از خاطر نبرارید که خونی زیاد میریزد. باز نگوید که نگفت. بس کن رئیس. آنها خون دختر مرا رساندند. چه این کار از آب به جزا ماند؟ خیر. آقای حمید، انتقام زینب را انشالله میگیریم. انشالله پسرم، انشالله. انا عیناً موافق خودم. چرا نزدی الدوزاری کردم؟ سلاح ندهی نده. خدا نداشته باشم. های ریزمان، این رو چکار میکنی؟ کنی در جاش گذار. اگه پس من هم مبارز میشم پدر. آن به ناموس‌ها را زنده نمیگذارم. دیگر را حمایه میکنم. شما را حمایه میکنم. خودم را حمایه میکنم. تو دیوانه شده ای بگر. چکار میکنی؟ سلاح را با من ده. دختری بی عقل. کدام بی ناموسان. چخل محافظ، چخل مبارزه. پدر میگویی کنی را به من گوش کنید پدر. پدر زود برا. سلاح به من لازم است پدر. سلاح به او لازم بوده است. به جای سلاح گرفته رفته خورم پس. سبیل به تشکیلات زمین برآمدند. خواهید دید. سبیل در کجا؟ در کجا موندم؟ یافتم.
الو سینان. الو سینان. الو تو چون بلا زند چرا کار نمی کند؟ ای سبیل 8 6 3 2 1 الو ها من رئیس شهباز و من جناب سبا لازم نیست؟ فهمیدم کی میآید گفتی؟ فهمو میلش شهباز زدت گوی سینان خفه نشو دیگر از دستم هیچ کار نمی آید میآیند اومد بیا علی رفتم زودتر سلاح داران میآیند زودتر باش دخترم زودتر باش زودتر پنهان شدن لازم آقای تویر چی شد علی؟ سلاح داران آمدن؟ ها آمدند سلاح داران با ده هجوم میکنن چی؟ حالای بیات را چکار میکنه؟ بیچاره حالم به خوش ناومده وقتی زیاد نداریم اونو در دیگر روش را پنهان کن به این هم به این نزدیکی ها باوش نمیاره منش آقای تویر زود باشید گذارید گذارید بدرون زودتر باشه خوب هستید خانم زیلول زودتر این قرآن به همه تقسیم کن قرآن در درون خونه دخترم رفت همه با دقت باشید من این سلاح را گرفتم گردید زودتر همه جا را کابید کجا شدند در خونه ها هیچ کس نیست اینا چگل هیچ کس نیست مردم دیه نیز نیستن سینا کنی گویید این آدمان کجا شدند باز با ما دام نگذاشته باشند با من گوش کنید تقسیم شوید همه جایی ده را کابید یکان جایی ندیده نماند روید زود روید تو بران طرف بسیار باشه با دقت باشید آقای حامد شما با عقب روید گذارید در اون طرف ایستید برادر سلاحت را بردار بگویم بیشرم تو سلاح نداری انا این رو بگیر Did
الهی. با من گوش کنید، با اون طرف روید. لیکن با آن دو را از نظر گذران. دیگران با من بیاید، زود باشید. شوری راز دست دید بچه کابید، همه جا را کابید. زودتر باشید، زودتر. کابید، همه جا را کابید. مرا دخترم ابراهیم پسرم مرا ابراهیم مادر جون در کجایی مرا دخترم کسی نیست سینان چخل نیست ها همه جا را نزدک گفتی ها در آنجا هیچ کس نیست یعنی در آنجا هم نیستند چخل نیستند در کجا پنهان شدند ها سینان جویشون را یافتم در کجایند همه یادمونی دیه در یک جا جمع شده کمین گرفتند همهشون مسلحند سینان مسلح شدند زود باشید با من بیاید زودتر از پس من بیاید مادر خواهینان آمدند و همه گوی قرآن را کشاده خوانند دعا خواندن دیگر فایده ندارد همه همون رو میکشند باز شرم نداشته با ما سید میبرند های به عقل ها همه تان را نیست و نابود میکنم به من گوش کنید سلاحتان را یک سو گذاشته آن بیتا را به من دهید یلمزی خواهین را هم دهید همه تان را عوف میکنم بهترش تو و آدمانت سلاحتان را گذاشته تسلیم شوید سینان آی دکتر این خوابت را به آب گوی آتش نترسید پرانه خواهیلان رو دیده دکتره پرانه خولا جون با دیرون داره پرانه بچه ها خدایا به همه شون قوت و جسارت بید بالای ما برای زودتر پرانید بچه ها پرانید یونماس آنها در بالای ما بند پنهان شوید همین جاییست
سران را نبردم. پایینا نبریزن. هرانید. هرانید. اینها از کجا پیدا شدند سینان؟ فواد با آدمانش به کمکمون آمده است. ما را محاصره نمودند. سینان هممون رو میکشند. بیا کنید که رفتیم. تو برقی وقت میگردید. بسر باشید. حالا میشید همتون را کیف میکنم. برادران پرونده رو بس کنید. سیلاداران گریختند. алда мурод ба захмиё ёридед аз пасашон равед خوب هستی پسرم مادرجان خوب هستی؟ بله خوبم اکا جان شما زخمی نشده؟ برایید خدا را شکر. نه عمر جان خوبم شکر خوبم. تو در وقتش آمدی فقط آفرین. ما دیده فواد نرز کردی که آمدی راهی گریز را خدا از تو راضی باشد. خدا را شکر. همه فکرهایش را بیان کند. تو سر کن. این کار ما نادرست است. در وطن خود خویش و تبار و نزدیکان خود را به قتل میرسانیم. روزی میرسد که این تیرها برگشت خودمان را هلاک میسازد. شده کنون خودت را رنج نده. خائن! خیلی که میبینید سبب مغلوب شدنمان همین گونه آدمانند. عاقبت خائن مرگ است. هوشتان را به سرتان گیرید. جسدش را گرفته در سری راه سربازان گذارید. در اطرافش باشد می نگذارید تا از او فایده رسد. بله دورا اطاعت باشید. اکنون چیکار میکنیم؟ دیه را به محاصره گرفته رابطه‌اش را با بیرون قطع میگردانیم. هر نفری که وارد دیه میشود یا از آن بیرون میبراید و قتل میرسانیم. دیه را محاصره کردن کاری آسان است، لیکن دختر را چیکار میکنیم؟ گپ زن سینان. پروا نکن ایتن. مرال اینجا بیا. گوش میکنم سردارم. تو جنگاوری خوبی هستی. حالا باشد و تو یک وظیفه مهم میدیم. امر نمایید سردارم. وظیفه نابود کردن دکتر را به تو میسپارم. سینان مبادا به نزد دکتر نرسیده او را دستگیر کنن چی؟ او لباسش را عوض میکند. بیمار شده و بنگاه تیبی میرود. من در همانجا دکتر را میپراند. گیر مرال همه تیرها را وطنش خالی کن. دکتر زنده نماند. رو اکنون همش را خالی کن. یکان تیر نماند. من روم پسرم. در خانه کسی نیست. حاضر همه اشان بر میگردند. شاید گرسنه باشند. ندیره هایم می آیند. مرالم می آید. این باد می آید. شد حالا بیزرایم هیچ گپ نی. عمل شما سیاد شده. من خوبم پسرم. خودم را خوب حس میکنم. مانید که روم. در پسی در نمانند. ندیره هایم خورد سالند. در بیرون خنوب میخورند. با مرگ نبیره هایش باوری ندارد. بله باوری ندارد. داروها چی شدن دیلا؟ رئیس گفتن که داروها در راهند، لیکن کی رسیدنشان معلوم نیست.
پدرم شما را جیغ زدن آقای تویر. سرداران دهه های همسایه جمع شدند. پدرم خواهش کردن که شما را نیز جیغ زدن. مایلش من حاضر میروم ولی جان. دیلا از پای داروها باش. باز یکم خوشی نشود. مایلش. جناب سبا به سینون فرمان داخل زنگ زدم تلفنش کار نکرد. گوش کنید، یک نفر از شهر دارو می آورد از طرفی دهه قزلکیه به دهه می درآید. بله قزلکیه. همشیره گفت که اگر داروها نرسند بیماران زیادی را از دست دادن ممکن است. خیر. پدر شما چه ها میگویید؟ با تشکیلات همکاری میکنید؟ بس کن. همه با امید آن داروهایند. چرا این کار میکنید پدر؟ چرا میکنم؟ به خاطری تو میکنم دختری به عقل. به فکر من تو رو چیتر نجات دادم. چیتر نجات دادم. کاش نجات نمیدادید. از شما بری پدر داشته نه. کن گفتم بس کن. اگر در این بار دهان کشایی زبانت را میبرم. فهمیدی؟ میبرم. اما سینان آدمانمون همه راههای دهه را بستند. به خبر از ما حتی پرنده به دهه نمی درآید. نغز الو ها جنابی صبا گوش میکنم. یعنی داروها در راهند. فهما سلامت باشید. ایتین بعد های قزلکیه میرویم. از شهر دارو میآورند آنها رو میگیریم. رفتیم ایتین راه کرد با من بیایید. رفتیم بعد های قزلکیه میرویم. هر قدر ما خاموش بودیم آنها بیشتر ظلم کردند. لقمه دهان و زن و فرزندانتان را صاحب شدند. برای آزادی خلق مبارزه میبره میگویند خودشان خلق بیچاره را به قتل میرسانند. همه گونه ظلم و بیرحمی را روا میبینند. هر نفری سخن حق را گوید او را نابود میسازند. خلق ظلم و ستم را هیچگاه نمیپسندد. خلق را با زور سلاح طرفداری خود کردن نمیتوانند. خوب کردید که در انتخابات با آنها آواز ندادید. البته لیکن اکنون ما چیکار میکنیم؟ ما دیگر طاقت جبر و ستم تشکیلات را نداریم. راست میگویی. من به خلاصه آمدم که مردم دیه را جمع کرده دیه را ترک میکنیم. دیگر چاره نداریم. اصلا دیهاتان را ترک نکنید. این خاک از آن ماست. خلق هم طرفدار ماست. در نزد دوست خائنی نابکار سرفرو نآرید. برادران اگر به شماره موی سرمان سر داشته باشیم هر روز یکی اش را بریده پرتاین باز هم نزد این خائنان بیناموس سرفرو نمیاریم. برادران اگر ما گریزیم خون معلمه زینب بی جواب میماند. خون همسرم برفین و خون خاله گوزل بی جواب میماند. گوش کنید. دهه آبی کلان برای مبارزه بر ضد سلاحداران آماده است. معلمه زینب شهید شد. لیکن مکتب باز گشوده می شود. این دفعه یلماس معلم می شود. ای دکتر ماند همین گفتان را. گوش کنید جنابان. سینان اگر فهمد هر روز به این دیه هجوم میکند. هر روز. رئیس پس چیکار کنیم؟ کنی گوی من از کجا دارم آقای حامی؟ گفتنی هم که اگر ممکن باشد با آنها سر به سر نشوید. اگر خواهید من رفته با آنها میگویم. با آنها مصلحت میکنیم. شما کیستید؟ شما طرفداری کی هستید که رفته با آنها صحبت میکنید؟ یا اینکه طرفداری آنهایید؟ گویید ما هم داریم. دکتر چرا اینطور میگویی؟ در آمد گپ نخواست از دهانم برآمد. یعنی که من نخواستم که خونریزی شود. اکنون تیر از کمان جست رئیس. تا سلاحداران را از این خاک ریشه کن نکنیم هرگز پس نمیگردیم. برادران پسرم طاهر درست میگوید. همه دیها یک دل شده با آنها مبارزه میبریم. این سرزمین از آن کیست؟ از آن ماست؟ برادران مادامی که از آن ماست پس تا آخری قدره خونمان با آنها مبارزه میبریم. ما به این هم طرفدار شماییم آقای حامی. سلامت باشید. سلامت باشید. شما چه فکر دارید؟ من با مردم دیها گفتگو کردن میخواهم. این طور باشد ما هم مصلحت میکنیم. با ما اجازه. بیایید من شما را گسیل کنم. مرحمت گذارید. مرحمت کنید. شما یگان خواهش دارید حاجی اشرف؟ آقای مسلم
آقای حامین مرا مهمان میکند. یگان خواهش ندارم. در امان خدا باشید. مهمان میشید آقای مسلم. خدا نگهبانت. خدا خیرای سفید. یگان خواهش دارید حاجی اشرف؟ برای مهمانان خوراک پخته بودم. من تکلیف کردم ینگه، لیکن اونها رد کردند. ینگه گلی، شما برگشتید؟ چیکار کنم پسرم؟ پس از شنیدن خبری مرگ زینب گویا روح از بدنم جدا شد. زینب رو چون دخترم میدونستم، آن خنده هایش، آن ینگگویی هایش از پیش چشمم دور نمیشود. کاش امکش همینجا بود، لیکن نیست. ای خدا به ما مدد رسان. شنیدم که یک سلاح دار رو پراندی، همه درباره تو حرف میزنند. یعنی الدو این دیه به تو برای قهرمان میفرد؟ نمیدانم کزبان، سلاح که گرفتی یک کس را میپرانیده. اگر پدرم اجازت میدادند تمامی مردمی دیه قهرمانی من را با چشمان خود میدیدند، لیکن افسوس پدرم سلاح را از دستم گرفتند. های الدو، چرا از پسی دختر مینگری؟ عیب نیست مگر؟ چرا جنگ میکنی؟ فکری بد نکن. آن دختر از دهه خودمان نبود، برای همین نگاه کردم، لیکن رویش شناس می نبود. برای همین با دقت نگاه کردم. بهانه زیاد است. از کجا نبود؟ معلوم که از دهه حاجی اشرف. بس کن الدا، به ما نگاه کن. پیش رو تو هم بیزار کردی ده کزبان. خب کودکانش بیمار شدند. به نزد دکتر میبرم گفت. بعد خبری ناخوشی رسید. گویا سربازان آنها رو کشته باشند. باور نمیکنم گفتم. سربازان این کارو نمیکنند. دخترم گوش نکرد. این از مادرش جیگرش میسوزد. رفته با تشکیلات همراه شد. من میدونم که نبیره هایم نمرده اند. صحت و سلامت به نزدم برمیگردند. دخترم هم می آید. در خوابم دیدم همه‌شان برمیگردند. اگر با مادرم رو پرشم چی؟ چاره دیگر ندارم. من باید این کار رو کنم. خانم بیاز چی حال دارد؟ به عکس دخترشان نگاه کرده میگیرند. البته میگیرید. درد و غمی او را از همه زیاد من میفهمم دیلا. راست میگویید خاله جان. مرحمت. به نزد آقای دکتر اومدم. او حالا نیست. من به شما کمک میکنم. چه شکایت دارید؟ به من آقای دکتر لازمه. مرحمت گذشته شین دخترم. دکتر حاضر میآید. شینید. بیا. وقتی که آقای طاهر آمدن شما رو معاینه میکنند، لیکن باید اول چه شکایت داشتنتان رو به من بگویید. شکر که اومدی پسرم. چی شد مادر جان؟ برایت خواطر شدم. خواطر نشوید مادر جان. گوش کن. این آدمان به تو باوری و اعتماد دارند. هر کاری میکنی با دقت کن. به راه برآمدی ترس نکرد. برای چی سلاح نمیگیری؟ باید خودت را محافظت کنی. اکنون نه تنها من بلکه همه این آدمان به تو امید دارند. مادر جان، من همش رو فکر میکنم. به سلاح هم از زوده این کار میبرایم. در برم بودنتان و برایم دعا کردنتان کافی است. خدا مددگارت باد پسرم. خدا تو را در پناهش نگه دارد.
دلو لبای آقای توهیر داروها رسیدن؟ حالا هم نرسیدند. آقای توهیر این دختر بیمار است. چه شکایت داره؟ نمیدونم به من نگفت. خدا شفا دهد. چه شکایت دارید؟ نه پرو سرده گفتم بس کن سرده تو هم یکی از سگ‌های سینونی ها؟ جغون تحتون رو زنده نمیمانم ظالم ها. مادر نپرانید بامدی. چرا اینقدر غوغا میکنید؟ دخترم مرا؟ مادر مرا دیرا کمک کن مرا کمک کن زودتر مرا زودتر مادر جان به شما چی شد؟ یعنی تو دخترش هستی؟ مادرت بیمار است. از دست شما بر اینها پدر و مادران و این حال میافتند. دیلا چرا این کارو کردی؟ برای من حیاتت را زیر خطر گذاشتی. من رفته به علم از خبر دهم تو اومده دختر رو برد. قریب بود به خاطر من شده. انا همینجا بهتر است. بیارید رو. اینجا بیا. شما مرا میکشید؟ نه تو رو به سربازان میسپاریم. لیکن اول نقشه های سیاهی برای این دهه کشیده سینان را به ما میگویی. میمیرم و به تشکیلات خیانت نمیکنم. تو گمان میکنی که به خلقت خدمت میکنی؟ مگر خدمتی تو به دهه خود هجوم کرده خویش و اقربای خود را کشتن است؟ ببین من هم مثل تو انسانم. من دکترم. اگر مرا میکشتی بیماران به دکتر مانده هلاک میشدن. در بین آنها مادری تو هم هست. همتان دشمنید، خائنید. شما زرخریدان دولت هستید. فهمیدید؟ تامت را گیر خائن اساس تویی. تو چه فرزندی؟ مادرت برای تو شده بیمار است. اگر داروها در وقتش نرسن مادرت میمیرد. تو باشی پروا نداری. تو چه ها میگوی دکتر؟ من او را به این حال نآوردم. دولت او را به این حال آورده است. مان این سفسطه ها را. دولت او را به این حال نآورده است. او خیلی بیمار است. همیشه نام تو را میگیرد. تو را انتظار است. تو این را میفهمی یا نه؟ احوال مادرم چه خیل؟ فشارش بلند است و متاسفانه پس نمی شود. اگر داروها در وقتش نرسند پافتیدنش ممکن. در اینجاییست. اطاعت. سینان آدمانمان آمادند. اکنون آمدنی داروها را انتظار می شویم. بیار الو گوش میکنم جنابی سبا. گپ زنید. شما چه ها میگوید جنابی سبا؟ مرا را دستگیر کردن؟ دختر را کشتن نتوانید؟ خیلی شد خیر. گیر خدا جسدت را دهد نهوده برا. یکان کارمان برار نمیگیرد. شتاب آرام شوم. یک دختر را کشتن نمیتوانیم. هر دفعه نجات مییابد. این دفعه با دستانی خودم او را میکشم. بغی کرده میکشم. البته چرا این را فکر نکردم. چی شد سینان؟ البته اگر سگ هم بیمار شود این دکتر به کمکش میرود. همین طبعی. همه با من گوش کنید. رفته داروها را بیارید. مرا فهمیدید؟ فهما سینو. ما میرویم. شما این کار را حل کنید. از عهده‌اش برآیید. پروا نکنید سینو. چی گپ هست سینو؟ هیچ چیز را نفهمیدم.
به دکتر دام میگذاریم ایتین به نزدی بیمار میآید و بعد میترکد راه گردید میرویم کسی به دخترتان ضرر نمیرساند شما خواطر نشوید قربان نشوم پسرم با او صحبت کن دخترم به خانه برگردد مایلش خدا زیغ نشوید دخترتان به نزدتان برگردد خدا از تو راضی باشد او را به کجا بردن؟ او رو در آغل آقای رافی محکم کردن آقای طاهر هم در آن جویند خاله با شما گریه کردن و زیغ شدن ممکن است شما کمی استراحت کنید خدا خواهد همش خوب می شود دیلا دخترم تو چنان برات را دوست می‌داری که حیاتت را برای او زیر خطر گذاشتی قریب می‌مردی خواهش میکنم این طور نگوید شرم می‌دارم برایم چنان نگاه کرد که گویا همه چیز رو فهمیده باشد نه دخترم نفهمیده است خودت را بیهوده عذاب ندی اگر میفهمید من حس میکردم همین طور زیق نشو دخترم او نفهمید اگر فهمیده باشد از شرم میمیرم حالا در بالای قبر زینب سب زنده میده است اگر یگان کس شنود مرا طعنه میزند چطور بروی مردم نگاه میکنم شرم میدارم پسرم تو همینجا بودی؟ بله همینجا بودم مادر جان تو به کجا می روی پسرم؟ به نزد بیماران میروم او شنید همه سخنانمان رو شنید خاله جان دیلا دخترم برات از هیچ چیز خبر ندارد خودت رو عذاب ندی این چه می شود دیلا غیر از این مادرم همه چیز رو میدانم طاهر فؤاد با تو چه شد احوالت خوب است هیچ تنها به فکر فرو رفتم دختر با گپ در آمد طاهر سینان دو نقشه داشته است یکیش تو رو کشته میدانم دویمش باشد دیه را با محاصره گرفته رابطه امان را با بیرون بستن است اگر دیه را با محاصره گرفته باشد داروها به دیه نمیرسند باید پیش از سینان رفت داروها رو گیریم ما چه گناه داریم ما با تو چی کردیم که ما را عذاب میدی خاموش است ابله خاموش دهانت را پوش بیا اینجا بیا انا همین بابان لازم چی نام داری؟ مظفر از این پس نامت مظفر نی و میرزا گوش کن میرزا و تو یک وظیفه میدیم پسرم آن را اجرا میکنی وگرنه پدر و مادرت را میکشم دیدی اولتان را نابود میکنم فهمیدی؟ نخت حاضر دویده به دهه آبی کلان میروی از بنگاه تیبی دکتر را یافته میگویی که پدرم بیمار است در حال مرگ است و زود دکتر را گرفته به اینجا میاری فهما به اینجا گرفته میاری خوب شد از قماندان زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید مرا محبتی تو کشت منم اسیر یا نگاه مرد تلفن نکنه عجب کاری خطا کردی مرا از خود جدا درد خوشی دست به دست جانم جیگر خفا نشم مدت در کاری در کار از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی عمر دارم با درد و غم آلوده با شب تو من سرطانم گم کرده راهم حیرانم یارب بی وفا نداره با کسی زنده
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.